کسی که نماز نمیخوانه صدقات و خیرات و غیره اعمال بری را که انجام میدهد به دردش نمیخورد، چون نماز از ارکان مهمی اسلام است که عده‌ای از علما ترک آن را کفر میدانند، ولو که یک وقتی از نماز را قصداً ترک کنه نزد بعضی اهل علم این شخص کافر میشه و دلایل شرعی هم به همین دلالت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاة، حدیث در صحیح مسلم است. بین مرد و کفر و شرک نماز فاصله است. اگر نماز خواند در صف اهل اسلام قرار داره، اگر نخواند در صف اهل کفر و شرک قرار داره. الله تعالی میفرمه فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اگر توبه کردن از کفر و شرک و غیره اعمال بد باز استاد شدن و نماز را ادا کردن، اقاموا الصلاة و نماز را ادا کردن، باز برادر دینی شماست. یعنی اگر نماز را ادا نکردن برادر دینی شما نیستن. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن تركها فقد کفر. عهدی که در میان ما و شما، حدی که در میان ما و شما و کفار قرار دارد نماز است. پس کسی نماز را ترک کرد در حقیقت کافر است. حدیث در سنن اربعه و همچنان در مسند احمد بعضی علما تحسین میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بر قوم رفتن هجوم میکردن، حمله میکردن، انتظار میکشیدن که اگر آوازی اذان از این منطقه و قریه بیرون میشد باز بالای از اونها هجوم نمیکردن. و همچنان درباره حاکم فرمودن به هر اندازه بالای شما ظلم میکنه و اعمال بدی را مرتکب میشوند، شما علیه از اونها نخیزید، قیام نکنید و طاعتی از اونها را نشکنانید. تا چی وقته؟ تا با وقتی که نماز میخوانه. پس کسی که نماز نمیخوانه در حقیقت این شخص کافر است. کافر که شد، از کافر صدقات و خیرات و اعمال بر قبول نمیشود. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. چرا از اینها صدقات قبول نمیشه؟ به خاطری که اینها به الله و رسول کفر ورزیدن و نماز هم نمیان مگر بسار به سستی و کسالت. این صفت منافق است. یعنی منافقی که به ظاهر خود مسلمان میشمارد و در کفر منافق اعتقادی هیچ شکی نیست که این کافر است و مخلد در آتش جهنم است، یعنی برای همیشه در آتش جهنم می باشد. اما در ظاهر خود به لباس اسلام گرفته، خون و آبرو و عزت خود در لباس اسلام حفاظت کرده. اما شخصی که مسلمان است، خود مسلمان میگیره و کاملا نماز نمیخوانه، این شخص ربطی به اسلام نداره، شخص مرتد است. با این نکاح صورت نمیگیره، با این اصلا هیچ رویه و تعامل اسلامی صورت نمیگیره، از این کسی میراث نمیبره و کسی برش میراث هم نمیده و جنازه از این نباید خوانده شود و نباید در مقبره مسلمان ها دفن شود و عبرت شود برای اشخاص دیگری که آنها نماز نمیخوانند. کسی که نماز نمیخوانه هیچ خیری در اون نیست، ولو که اعمال بر و اعمال خیر بزرگ دیگری هم داشته باشه، بسیار صدقات بدهد، بسیار انسانی راستگو بوده باشد، بسیار صله رحمی داشته باشه و انسانی که همیشه در صف اولی از خیر قرار بگیرد، لکن نماز نخوانه هیچ خیری در اون نیست. برادری سوال نمودن آیا درست است که برای کافر، یهودی و نصرانی
اینها صدقه داده شود، مسلمان برشان صدقه بدهد. برادر محترم، صدقه دو نوع است، یکی صدقه فرضی و دوم صدقه نفلی. صدقه فرضی از مسلمان برای مسلمان ادا میشه، یعنی مصرف صدقه فرضی فقط باید مسلمان بوده باشه. و اما صدقه نفلی عام، درست است که انسان به مسلمان میدهه، به کافر میدهه و به یهودی و نصرانی، به هر شخصی که یعنی مناسب میبینه میدهد. و البته اگر مسلمان مستحق بوده باشه باز اولا و افضل است که برای مسلمان داده شود. الله تعالی در سوره ممتحنه می فرماید: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله تعالی منع نمیکنه از آنانی که امرای شما جنگ نمیکنه، از کفاری که امرای شما جنگ نمیکنه و شما را از دیارتان، از منطقهتان بیرون نکردن. از چی منع نمیکنه؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اینکه امرای از اونها شما احسان بکنید و عدل و انصاف بکنید، نیکی بکنید همراهشان. از این منع نمیکنه. آیات های زیاده در قرآن عظیم الشان الله تعالی امر میکند به احسان، احسان به والدین، احسان به ذوی القربا، احسان به همسایگان، احسان به ابن السبیل، کسایی که در راه افتادن و مسافرن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. همه از اینها را الله تعالی امر میکنه که همراهشان احسان بکنید. در احسان به صدقه، احسان به اخلاق، احسان به معامله، همه انواع احسان شامل میشود. و در این ذوی القربا مسلمان هم شامل است، کافر هم شامل است، مبتدی هم شامل است، مشرک هم شامل است. همه از اینها را شامل میشه که اگر شخصی به انسان اهل قرابتش است و امرای اهل قرابت همسایهش است و امرای همسایگی مسلمان هم است، این حقوق سیگانه داره، یکی حقوق خویشاوندی، دیگر حقوق همسایگی و دیگر حقوق اخوت اسلامی، برادر اسلامی. و اما اگر فقط کافر بوده باشه، حق همسایگی و حق پیوند رشته و خویشاوندی را داره. انسان باید همراهش این احسان فراموش نکند.